این سگ عادی نیست. کمتر کسی میدونه که ایشون هم قهرمان جهان بود، هم قهرمان ایران. ایشون فیدا خانم هستن، ستاره سینما و تلویزیون که توی سریال از سرنوشت و سینمایی متری 6.5 بازی کرده. البته تیدا خانم بیشتر از این که ستاره باشن یه قهرمانن. اصلا حیفه بهشون بگیم سگ. تیدا یه بار تونست جلوی یه زورگیری رو بگیره. دوربینا ثبت کردن که وقتی صاحبش وارد خونه شد و یه لحظه سگش رو رها کرد، تیدا شاهد یه زورگیری از یه خانم بود که به موقع از ماشین بیرون پرید و جلوی زورگیری رو گرفت. تیدا همون سگی بود که توی حوادث زلزله کرمانشاه، ریزش ساختمان پلاسکو و متروپول آبادان به داد مردم زیر آوار رسید. ما مردم ایران یادمون نمیره که تیدای عزیز با وجود حرارت 500 درجه، دود و گرد و غبار شدید برعکس بقیه سگ‌ها با جونش بازی کرد و با پاهای سوخته و خونریزی که پیدا کرد وایساد و دونه دونه ایرانی‌ها رو نجات داد. اتفاقا همین دود و غبار و گرد و خاک بالاخره بلای جون تیدا شد و این سگ با وفا خیلی زود چند روز پیش توی 9 سالگی از دنیا رفت. حیف این سگ که مثل یه بچه 5-6 ساله حرفای آدم رو میفهمید، لقب باهوش‌ترین سگ ایران رو داشت و البته تیدا از خودش یادگاری هم به جا گذاشته و شیلا و تینا که اونام به دست آقای مسعود رضوی مربی معروف سگ‌ها آموزش دیدن. این سگ‌ها هم مثل مادرشون باهوش و کمک حال بقیه‌ان، ولی برای من یه سوال پیش اومده که واقعا چطور میشه به این حیوانای مظلوم گفت نجس؟